برای کار با وب سرویس ها و ایجکس در محیط دات نت من از منوی فایل نیو وبسایت رو میزنم. اسم وبسایت رو میزنم وب سرویس with ایجکس. خب من یه آیتم به وبسایتم اضافه میکنم به نام وب سرویس که وب سرویس ASMX هستش. خب یه متد بیشتر نداره، هلو برد، اون رو من تغییر میدم، اسمشو میذارم هلو تو. به عنوان پارامتر ورودی یه استرینگ نیم رو بهش میفرستم و اینجا که استفاده میکنم ازش میگم برای اینکه وب سرویس اجازه بده که به وسیله اسکریپت ها فراخوانی بشه یا به کار برده بشه وسیله ایجکس، ما باید این خط آن کامنت کنیم که system.web.script.services.script. تا اینجا من وب سرویس رو تست میکنم. یه صفحه برامون باز میشه، باگمون رو برطرف میکنیم. خب یه صفحه برامون باز میشه در اینجا. یه متد داخلش بیشتر نیست، هدرش وب سرویس هست، hello to هست به عنوان پارامتر ورودی، نام یه شخص و خروجیش فایل XML که hello مهدی است. تا اینجا وب سرویسمون به خوبی کار خودش رو انجام میده و متدی رو که داخلش هست رو فراخوانی میکنه. ما این صفحه دیگه ایجاد میکنم default.aspx که کد بیهایند هم نداره. حالا چون میخوایم با ایجکس کار کنیم تو قسمت دیومون و دیزاین من میخوام چند تا کنترل HTML رو اضافه کنم که یه اینپوت باتن، یه اینپوت تکست و یه دیو. این باتنمون برای اینکه تابمون رو فراخوانی کنه اینجا قرار داره که من ولیوشو میذارم call hello to from web service و این اینپوت تکستمون که باید مقدارش رو بفرسته برای تاب هلو ورد و آیدیش تکست 1 هست و این دیومون که قراره ریزالت رو بهمون نشون بده من آیدیش رو میذارم ریزالت. خب تا اینجای کار ما یک صفحه ایجاد کردیم و چند تا کنترل رو بهش اضافه کردیم. خب برای کار با ایجکس همونطور که میدونید باید یک اسکریپت منیجر من اضافه کنم. توی این اسکریپت منیجر من سرویسی رو بهش اضافه میکنم که داخل این سرویس یک سرویس رفرنس هست. این رفرنس باید مسیری رو بهش اشاره کنیم که همون فایل webservice.asmx همون هست. خب تا اینجا فایل webservice.asmx مونم به صفحمون اضافه کردیم. حالا میخوایم این دکمه که باتنمون هست وقتی که کلیک شد یه تابه برامون ریترن کنه که ریترن کنه مثلا say hello. نام تابعی هست که در قسمت جاوا اسکریپتمون باید بنویسیم. تگ اسکریپت رو باز میکنم، تایپش رو میذارم تکست جاوا اسکریپت و شروع میکنم تابه هامو توش نوشتم. اولین تابه همون say hello هست که باتنمون قراره صدا بزنه. من به عنوان ریترن مثلا یه متغیر هستش میگم که آقای وب سرویس hello وب سرویس
هلو بگو به حالا به عنوان ورودی های این تاب هلو تو ما 4 تا آرگومنت داریم که اولینش نیم هست. من وسیله دام document dot get element by id. خب تکست باکسمون تکست 1 بود. خب من ولیوشو میخوام. پارامتر بعدیمون آن ساکسسه که من یک تاب دلخواه رو میتونم بهش بدم. مثلا اینجا من میذارم ساکسس و آن فیلدش که به دلخواه من میذارم فیل. خب حالا برای ساکسس من یک تابه می‌نویسم که این ساکسس آرگومانی رو که تابع سی هلو میفرسته به عنوان پارامتر ورودی میگیره و باید اگه همه چیز به خوبی پیش بره، یعنی ساکسس بشه کارمون، ریزالت رو داخل همون دیو ریزالت اینر HTML رو قرار میدم با آرگومان ورودی که به این تابع. و اگه فیل شد من یه تابع می‌نویسم برای فیل، یا اگه فیل شد چیکار کن؟ فقط بیا یه آلرت بده که فیل. خب اینجا وب سرویس میاد از سرویسمون رو که ما ریفرنسش رو به صفحمون اضافه کردیم فانکشن هلو تو رو فراخوانی میکنه. متد هلو تو چند تا پارامتر داره که اولین پارامترش همون تکستیه که قرار دادیم ولیوشو بفرست براش، حالا نیم هر کسی که باشه به این هلو بگو. اگه ساکسس بود، عملیات با موفقیت انجام شد، یک تابع داریم هر چیزی که ریسپانس کردی بفرست برای این ساکسس و دیو ریزالت و اینر HTML شو برابر این آرگومان قرار بده. اگه فیل شدم که فقط یه آلرت بده که فیل شد. خب حالا ما این سایت رو که ایجاد کردیم و اجرا میکنیم. کنترل F رو میزنم، صفحه باز میشه. به عنوان پارامتر میفرستم نام یک شخص رو و از وب سرویس هلو تو رو فراخوانی میکنم که همونجور که میبینید بدونی که صفحه ریفرش بشه وسیله ایجکس و وب سرویس ما این پارامتر رو به اون متد اون فرستادیم و خروجی رو تو صفحه تونستیم نمایش بدیم.